یک خاطره از قبل از تولد پیامبر ما و شما حضرت محمد مصطفی علیه السلام برایتون یک خاطر نشان میسازم که پادشاهی بود به نام ابرهه. اکثر شما شاید شنویدگی یا که بعضی شما خواندگی این در باره ای ظالم قرآن هم ذکر میکنه، یاد میکنه. پادشاه یمن بود. از هر طرفی که در شهرهای گوناگون به خانه کعبه به بیت الله می رفتن، او را رشکش می برد، حسدش می برد که ما پادشاه ابرقدرت، ما قدر قوی و بگیم مالدار و پولدار و چرا به یمن نمی مردم؟ ای چی گمراهی هن یا چی کاره هن که می روند به طرف یک نعوذ بالله خانه قدر میگیم که ارزش نداره، یک سنگ می روند گردش طواف میکنن، میگردن، چرخ میزنن، زیارت میکنن. گفته حتی یک خانه هم ساز میکنن در همین یمن به نام بیت الاقدس. همین ابرهه فکر میکنه که ما خانه میکنم همه مردم به طرف خانه ما میاد، یعنی رنگ همو کعبه زیارتگاهی مردم شوه که هموی خیال خامش دیر دوام نکرد. اولین کاری که نسبت به این اقدامش میگیره، یک قریشی از قوم عرب خادم همین خانه همین ابرهه میشوه، بیت الاقدس خدمتگاریش میگه من بهوده میگیرم. فرصت مناسب میاوه در همون خانه با گفتی ابرهه خانه تمیز و تازهش نجاست خالی میکنه. نجاست خالی میکنه با اون چیزی از همون خانه تازه شون یا که خانه با آبرو و مقدس شون چیزای قیمت بها را میگیره، فرار میکنه به طرف عربستان، به اون طرف قوم قبیلش. از این کار خبردار میشه ابرهه، از فرصت استفاده میبره، یعنی بهانه تیار میشوه برای جنگ و از بین بردن خانه کعبه. فقط حسدش به خانه کعبه بود، به مردم عرب نه، حسد ابرهه. و این کار هم میکنه. سوره در قرآن است به نام فیل، شما شنیدگی هستین، میتونین با یک بوریگه بخونین، یعنی نظارت کنین که ابرهه میروه با فیلهاش، حتی قدم زدن نمیتونه به طرف خانه کعبه را میخواه چپه کنه، به خاک یکسان کنه، نمیتونه. برای چی؟ برای که خانه گفتیم پروردگاره. وقتی خانه مرا یک نفر میاد چپه میکنه، اگر قدرت توانایی داشته باشه من در مقابل او ضعیف میمونم. برای ما کیم؟ من یک انسانی ضعیف. اما خانه کعبه خانه پروردگاره که کسی او را نمیتونه که چپه کنه، ویران کنه، حتی دیگر ضررها برسونه. و این هم سوره موفیل برای ما و شما میگه که هر فراشتریک میگه یا که ابابیل 3 دانه سنگچه از هوا پرتاب کرد و هر یک نفری که میرسید و مستقیم به جهنم میرفت، یعنی لشکرها و همراهی ابرهه ده. و این هم بالاخره به جهنم رفت ابرهه. به خاطر چی؟ دشمنیش به کعبه، تنها به کعبه. خب میگذاریم با دشمنی کعبه که در تاجیکستان است الحال، امام علی. این هم همچنین قدر حسد داره، بدبینی داره. حتی ما اگر به گفتهای اهمیت بتیم، هر یک گپی که از زبان ناپاک ابلیس امام علی میبرویه خارج میشوه، او را در حال نور دیده تاج سر گفته مقامات یا که همو اعضاهای حکومت او را قانونی و در بین مردم منتشر میکنن، پهن میکنن. این گپی مهمه، را حتما باید که جانبداری کنیم و پیروی کنیم. در یک نوارش همین ابلیس میگه که با شعرن میگه مولانا جلال الدین بلخی فرمودن، مولانا جلال الدین بلخی نیز در این بابت می‌فرماید که 1000 بار پیاده طواف کعبه کنی قبول حق نشود گر دل بیازاری.
این حاجی ها دخل دارد. حاجی های ما را 10 بار هم بعضا حج میکنند، نه که زبانش پاکیزه نیست. از فرودگاه تا خانه دیری 10 کس میرنجاند. بسیار حاجی های ما نه دعای پدر میگیرند نه مادر، نه احوال زندگیش نگاه میکنه، قرض قوالا میکند و میرود. نه بعضا همین چیزا هم مسابقه است. من رفتم آمدم، حج رفتی، زیارت کردی، از خدا چیزی طلب کردی، برای خودت کردی. منت نکن، با کسی دیگر منت نکن. تو همون شخص هستی، دیگر نشده ای. همون احمد زیارت کردی، خانه خدا آمدی، همون احمد. خب بله، مولانا درست گفت، توغری گفت. بعد چی؟ بعد میگه که این حاجی ها ده دخل داره. حاجی ها ده تو ده دخل نداره. اولش که تو هم حج رفته، 4-5 بار رفته. دیگهش که دلازار تو یخی مستقیم میگه که حاجی ها ده دخل داره. دیگه هیچ کاره دخل نداشته تا حاجی ها ده. دوامی گپش میگه که از فرودگاه تا خانه دیلی 10 نفر میگه میرنجونه. شما ببینید یکمش که دروغ میگه، دیمش تهمت میکنه. چخیل دیلی 10 نفر میرنجونه ما نفهمیدیم. وقتی نفری که ای حج میاد، شما دیدین که همه با خرسندی، با لبای خنده، با چهره‌های شاد میره سلام میکنه، اگر که در فرودگاه با گفتی باشه. چخیل دیلی 10 نفر میرنجونده. فراموش که خودش سفروش که فرودگاه تو کدام ناحیه را که برای که هواپیماش یا اینو چرخبال ورتالیوتش تو مرکزه که مو قشلاقه که مو شهر در اومدن دیلی چند نفر میآزوره، ایرا فراموش کرده. با میگه مثال با میاره، میگه که حاجی هایی که حتی یک نفر شبو میگه که در فرخار یک زن و مرد میگه رفتن نورش، اگر شما دیده باشین نه اونقدر خونه میگه فسان، میگه به حج رفتن قرض کرده. از اونجا آمدن میگه 200 متر ای درازه تا بیرون پایانداز پرتفتن. یک دروغی دیگه من قدر شخصا گفتم همین نوار را نیفتم. همین نواری که همین میگه دروغ میگه، نیفتم من. خب اگر که بگذار 200 متر پایانداز پرتفتن یا که خونه بیزیب داشته، خونه فقیرانه داشته، خیلی فوری دایش چه قرض کرده، چی بسون مهنتش بد رفت. ای حسابی تا نرفت کو، اگون جا ندزدید که رنگی تا خونش بیزیبای، خودش بیزیبای، اوش گناه خودش شو که همو حسابی خودش. گفتیم در حساب رفت سال 2016 200 متر پایاندازش پرفتن. 200 متر همه ابلیس امالی را حتی پایاندازش گفتیم قیچی کردن، هر یک نفر تبرکی گفته گرفتن. یعنی ابلیس امالی را هر یک گپی ای میگه گفتیم کو برزیدی خودش گپ میزنه، یعنی که خودش فراموش میکنه خچه، یعنی در حالتی مستی شاید گپ میزنه. همون گپایی که خودش میگه همون گپا رو ما در خودش میبینیم، در یگون آدم دیگه من نمیبینم همون عملا را. با چی میگه؟ در دام گپش میگه که حج کردی، توبه کردی، زیارت کردی، دعا کردی، برای خودت کردی. میگه ایو چی فایده میگیری تو؟ چی گرفتی؟ میگه تصور کنی گپشه. میگه توبه و ندامت عبادت کردی، میگه چی فایده گرفتی؟ که جد زیاد چید میگه تو میگه اخته ای دیگر رو بلو میگیری. دیدین یک هم تحقیره، هم یک در نظرش که حج رفتن زیارت این هیچ معنی نداره، یعنی که هیچ فایده نمیگیره. اما یک گوی رفتی اومدی با حتی مثلا میاره میگه که
زیارت میکنن، زیارت با تجارت علیش میکنن. یعنی میگه بعضی چند بار میرن رنگی یک تماشا زیارت، میگه رنگی تجارت میرن، میگه یا زیارت نمیرن. ما باور دارم که همون نفرایی که میگه این همون آدمای خودشن حج چند بار میرون، اگر زکات جمع میکنن به حکومت رویشون میکنه، از کمیته دین از اون جمله او کلی ماشینی که سلیمان دولت روی میکنه، میگه برای زکات جمع که اون اوان تاجر اون اوان طلبنده اون اوان، یعنی آدمای خودت. در دوامی گپش میگه که حج کردی، زیارت کردی، برای خودت کردی، منت نکن. میگه نوار شدیدگی این که خودش منت میکنه. تماشا کنین، دیدین میگه که ما فرزندی مسلمانم الحمدلله، چندین بار روش جنج میکنه، چندین بار میگه ما زیارت خانه کعبه کردم، من خب برای بدبختی ملت خود باشم. من همین قانون درباره تنظیم رسم و اینا رو من برای بهتر شدن سطح صفت زندگی مردم ما این شهروندان عزیز نخواه که من الحمدلله فرزند مسلمان هستم، خانه کعبه را چند بار زیارت کردم، نخواه که من برای بدبختی ملت خود باشم. تو برای بدبختی ملت خودی، تو برای نابودی ملت خودی، تو برای پریشان و ظلم کردن ملت خودی. با میگه که تو همویی، تو دیگر نشیده میگه حج کردی اومدی همو احمد میگه با بله این گپی تو ده همو اهل اولیه خود دخل داره. دیدین شما که 2016 ماه ینور 1 ینور رفت تا 5 ینور قطعی اهل اویلش اومد بعد خچه پیشوا اعلام کرد 2016. در همون 2016 5 اکتبرش در شهر کلوب دیرجدین قید کرد، زودروزش قید کرد، روزی تولدش. همین ابلیس دیدین که حاجیو چه خیلی میلرزونن، چه خیلی میجنبونن خچونا با او سقچه خرسکچه و یقدر میلرزونده میجنبونده خچه. ای در تنمی، ای در مایکمی، ای در سرمی، ای در گوشمی، ای در چشممی، ای در ارقمی، ای در ارقمی، ای در ارقمی. خب به هر حال انا خیلی گفته ها یا که سفسطه و افسانه های داره که هم او را میکوی نمیایی در مردم، میایی در خودش، میایی که در گپایی که گفته عمل کردن یا که همو حادثه را در خودش میبینی، دیگه در کسی نمیبینی. برای همین سفر این حاجی ها تمام شد، یعنی به زیارتشون کردن. خداوندی که قبول میکنه، هیچ بنده یا که هیچ نفری نیست که او را بها بده یا که بگه تمام شما حاجی شدین، شما تمام قبول شدین حجتون. فقط پروردگاره که انشالله باور دارم که شخصانش که با پول حلال مهنتی رفتن، خداوند او را بینوا نمیمونه، یعنی حجشون قبول میکنه، ثوابشون میته. انا حکومت باشه، این رژیم باشه، تمام یا اوجه بها دادن، اوجه یا جدا میکنه که حج تا قبول شد قبول نشید، یا که تا حج بره تا نره. شما میدونین که تا 35 ساله را حج رفته نمیمونه. ابرهه تاجیک تا 35 ساله را به حج رفته نمیمونه. ابرهه برای چی؟ برای بهانه شما ببین. ولی شما یاشین عمرتون زیاد باشه رفتن میگیریم، بعد علمان کلان سالو برون. کلان سالو را چی میگه؟ شما برین کمبیزاتا را یاردن بتین، شما برین یتیم خانه را راه سوز کنین، کوپریک سوز کنین، درخت بشنونین. حکومت مرده، حکومت محتاجی نمی $3000 گفتیم که برای راه پوله به نمی $3000 مردم یا که بگیم نمی طایفه که حج میرن به همین مونده. ده مرده یا که بگیم طلبنده گدوزاده ها
در نظر حکومت نفری که حج میره و اون میلیونره، یعنی که پولی زیاد دوره گفته از او پول میستونن، پول میکنن به هر راه. پیش از رفتن هم پولی زیاد میکنن از حاجی ها. حتی گفتیم که بسیاریاش دیگه حج نمیرن، خودداری میکنن. اگرچه ای 35 پایان حج رفتن ممکن نیست، همون نفرایی که پیران سالن سین سالشون با گفته حکومت بر حج شیدن، همونا هم اتکاز کردن، یعنی دیگر نمیرن به حج. برای میدونن که پیش از رفتن هم این حکومت ای دزد او باش گشنه ها اونا را تحت اذیت، آزار، پول ستانی، یعنی به هر راه اونا را سرگردان میکنن. از اون طرف هم میان همچنین